ساختمان جدید یکباب مکتب 8 صنفی به ارزش نزدیک به 24 میلیون افغانی در قریه کشکک ولسوالی فیض‌آباد جوزجان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان حکومتی در مراسم افتتاحیه ساختمان این مکتب بر استفاده خوب از مکاتب تاکید نموده میگویند جای خوشحالی است که ما هر روز قدم به سوی پیشرفت میگذاریم. مکاتب الحمدلله تأسیس شده است و در هر قریه و هر منطقه از طرف مؤسسه‌های خیریه و از طرف امارت اسلامی مکاتب به خاطر تربیت اولاد مسلمان ها تأسیس شده است و امیدوار هستم که این ملت مجاهد از اونا علم حاصل کنه و از تجربه های علمی باید که استفاده کنه به مردم نفع برسانه. این مکتب تنها به خاطر تعمیر جور نشده، این به خاطر معرفت علم حاصل کردن آموختن، یعنی کوشش بکنیم که اولاد خود در اینجا داخل بسازیم، یک چیز یاد بگیرن. علم که یاد کردیم الحمدلله ما به رو به ترقی میریم. مسئولان در دفتر پک میگویند این مکتب 8 صنفی با تمام معیارات لازمه به ارزش نزدیک به 24 میلیون افغانی از سوی کمیشنری سازمان ملل متحد ساخته شده است. این یونیتشار بر شما تمویل کرد، بودجه مالیش تمویل کرد و دفتر ما دفتر پکی را تطبیق کردن، ولی محافظت مراقبت از این که خدای ناخواسته فردا روز بیایم که دروازه از بین رفته، چا مشکل داره، سولار از بین رفته، حفظ و مراقبت از این مربوط به شماست. و مورد دومی را که والی صاحب یادآوری کردن ما تشویق بکنیم تمام فرزندای خدا تا ای که جوانای پر از دانش و علم ما داشته باشیم به جامعه تقدیم بکنیم. در همین حال باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان میگویند قبل از ساخت این مکتب اطفالشان در زیر خیمه ها و خانه های کرایی درس میخواندند. مکتب که اعمار نشد ما میگرفتیم طفلای مردم در خرابه ها و در مسجد ها و در اینان درس میدادیم. فضل خدا جنگ نیست، جنجال نیست، خب محیط آرامی است. یک مشکل راه داریم، سرک از راههای ما مردم خراب، زمستان از دست لای بعضا بستیم، بهار از دست خاک بعضا بستیم.